همزمان با این مقاله دیگه‌ای در خبرگزاری نیوزمکس چاپ شده بود و دقیقاً اشاره کرده بود که یکی از فعالین سیاسی اپوزیسیون که به ایران مسافرت کرده بود توسط صدای آمریکا صدای اون سانسور شد و تنها جایی که صدای من رو در اون روزهایی که نبودم مستقیم پخش کرد تلویزیون پارس بود و خوشبختانه از یک رسانه ایرانی برای رساندن صدای خودم به هم میهنانم استفاده شد و صدای آمریکا هم با من گفتگوی رو انجام داد و هرگز اون رو پخش نکرد و این فکر می‌کنم جواب کافی برای خبرگزاری ایرنا بوده که نشون میده چه کسانی اینجا دارن پشتیبانی از آمریکایی ها میگیرن و چه کسانی در لیست سیاه اونها قرار دارن. من خوشبختانه نه تنها من، حزب مرز پرگوهر بارها و بارها اعلام کرده تنها و تنها ما وابسته به ملت بزرگ ایران و پیوسته به سرزمین بزرگ ایران هستیم و هیچ وابستگی دیگری به جای دیگری از جهان نداریم و نخواهیم داشت. بله آقای